روی تخت بیمارستان نفسش به شمار افتاده بود. ریتم ضربان قلبش ضرباهنگ زیبایی می نواخت. اما در جاده زندگی سرعتش کمتر و کمتر شده بود. بیرون از اتاق چشمانی منتظر به در خیره مانده بودند تا برای یک بار دیگر هم شده عکس چشمان خود را در چشمان پر از مهر او ببینند. اما سرنوشت چیز دیگری رقم زد. حالش دگرگون شد. پس از تب شدیدی که او را به بیمارستان کشانده بود، حالا در مراقبت‌های ویژه به سر می‌برد. آسمان سیاه پوش شده بود، انگار که از آینده ناگوار او چیزی می‌داند. تن لاغر و نحیفش دیگر توانی برای مبارزه با دیو دو سر سرطان نداشت. حالا فقط سوز و ساز ناله هایش بود که جایگزین صدای مهربانش شده بود. نمایشنامه زندگیش به انتها رسیده بود. او بازیگر خوبی برای نقشش بود و حالا که نقشش را به پایان رسانده بود، نوبت استراحتش رسیده بود. نوری داخل آمد. در بسته بود، اما نور زیبا راهش را به میان اتاق پیدا کرد. دستانش را گرفت و سعی کرد او را از روی تخت خواب بلند کند. او با آرامش خاصی در جایش خوابیده بود، مانند کودکی تازه متولد شده. دستش در دست تازه وارد قلاب شده بود، اما تنش هنوز بر روی زمین مانده بود. بسیار طول کشید تا بین رفتن و ماندن راهی بیابد. در نهایت دست در دست فرستاده نور رفت، در حالی که همه منتظر بازگشت و ماندن او بودند.